اینجا این قضیهش چیه؟ چرا 3 تا آبجو میگیره؟ اینو قبلا ازش پرسیدم. پدرش با داداشش ایرانن، شبا اینجوری میشینه که فکر کنه دوره هم دارن با هم میخورن. چه قشنگ، چقدر با احساس. آره خیلی با مرامه. سلام. همون همیشگی رو براتون آوردم. 3 تا آبجو. نه 2 تا کافیه. چرا 2 تا؟ خیلی متاسف شدم. برای چی؟ برای پدر دیگه، به رحمت خدا رفتن. بابا زبون تو گاز بگیر. چی داری میگی برای خودت؟ خب پس چرا دیگه 3 تا آبجو نمیگیرین برای خودتون و بابا و اخوی؟ ها از اون لحاظ خب میدونید دکتر برای خودم قدغن کرده، ولی خب اون 2 تا هنوز میخورن دیگه. عجب.